خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که من کوچیک بودم نجف مشرف شدم، یه دفعه با مرحوم قاضی اینها یک خویشی دوری داشتن. علامه طباطبایی صاحب تفسیر با مرحوم قاضی اسدعلی قاضی که نجف بودن ارتباطشون فوق العاده بود. مرحوم قاضی که از اولیای الهی چیزی دربارش نقل شده است، میگفت که دستش گذاشت مرحوم قاضی رو شانه من، ایشون فرموده بودن که سید دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب. نماز شب شما را به یک مقام عالی میرسانه. ولو اهل دنیا هستی دل دنیا را میخواد نماز شب رو بخوان، یه ربع ساعت 20 دقیقه قبل از اذان بلند شو 11 رکعت نمازه، حالش نداری 3 رکعتش رو بخون، ثواب نماز شب بهت میده. کارهای دنیوی و اخروی کلن اصلاحش به نماز شبه. گشنه و بیچاره نمون کسی که ملتزم به نماز شب شد، ابدا. خیلی آثار داره، خیلی آثار. یعنی اصلا بیداری بین الطلوعین اثر عجیبی داره. این فرمایش امیرالمؤمنینه، سبقت نگرفت طلوع فجر بر من، یعنی در مدت عمرم هیچ وقتی موقع طلوع فجر من خواب نبودم، بیداری من سبقت داشت بر طلوع فجر همیشه. شما که از دوستان حضرت هستی دیگه، خب در این جهت پیروی کنیم انشاءالله.